روغن کلیده. خب کلید دارید؟ یه امتحانش بکنیم بعد بفرمایید. نه نیستش، عوض کن. چشم. زخمی نمیشه؟ نه احتمال خیلی زیاد جاشون به هم دیگه خیلی راحت میخوره. زاپاس داره دیگه. اون 2 تا داره. 20 سالش اتفاق گیر کرد و صفر باز میشد. انقدر هی صفر باز شد تا آخر شکست. زمانی که اونجور صفر میشه چیکار باید بکنه؟ یه مقدار روغن بریزی. البته شاید هم خود قفله ایراد پیدا کرده بوده باشه. روغنم ریختم. میگم پس خود قفله مشکلی داشته. کلید صفر باز میشد. یه ذره فشار رو بردم شکست. دیگه اتفاق دیگه. چیز خاصی نیست. آره الان دارم میبندم. قلف نو بس. چون کلید زاپاس نداشتی. نه خب خدا قابل نداره. خیلی شما لایک کنید، سابسکرایب کنید و اینکه کامنت هم بذارید. خیلی مخلصم تا یه ویدیو دیگه. فعلا خداحافظ.